روستایی در دامنه‌های جنوبی شهرستان جاجم و در دل دهستان 14 سنخاست. این روستا حدود 175 خانوار داره و مردمش به زبان تاتی صحبت میکنن. زبانی که نسل به نسل از دل تاریخ مونده و هنوز هم در کوچه های این روستا جریان داره. خراشا روستاییه که پیش از اینکه با آمار و ارقام شناخته بشه با نام بزرگانش زنده است. عالمان، عارفان و مردمانی که علم و دیانت رو در خاک و کار معنا کردند. در این سفر ابتدا سری میزنیم به خانه تاریخی خراشا و پای صحبت‌های سید محمد بنی هاشم میشینیم. کسی که از دل این خانه روایت گذشته پر افتخار روستا رو برامون زنده میکنه. بین مسیر که می اومدیم برخوردیم به این قلعه که بر اون سوال شد. گفتن این قلعه اسمش قلعه جعفرآباد. قدمت اون برمیگرده به دوران قاجار. محلی ها قصه هایی که نقل میکنن اینطور بوده که اینجا جایی بوده که در واقع مثل قلعه‌ای بوده که تیربان ها و کشاورزها و باغدارها اینجا زندگی میکردن و اون زمان مورد حمله گنبدی ها واقع شده بوده. گنبدی ها برای افزایش اراضی خودشون به اینجا حمله میکردن و از همین قلعه با تیربارهایی که داشتن محافظت میکردن و همینجا زندگی میکردن تا حالا بعد این جنگ ها تمام شد و رفته رفته این قلعه تخریب شد. توی تاریخ اگر جستجو کنیم قلعه جعفرآباد به نام جربت ثبت شده، اما توی مسیر زمین‌های مزروعی روستای خراشاه و با توجه به اینکه تمام این زمین‌ها خریداری شده الان تو حوزه اراضی روستای خراشا واقع شده. اما سوال محوری اینه که این قلعه شاید میتونست قدمت تاریخی داشته باشه بسته به اینکه بیش از 200 سال قدمت داره. چرا خیلی از قلعه های ما رها شدن و مسیر فرسایش رو دنبال میکنن به جای اینکه قصه و تاریخی رو نقل کنن که خودش نمونه از دفاع و ایستادگی مقابل تجاوزها بوده و قلعه‌ای که دو کاربره بوده، یعنی هم قلعه دفاعی بوده هم قلعه‌ای بوده که منطقه سکونت کشاورزها بوده. از گذشته خراشا فاصله میگیریم و میرسیم به زمین‌هایی که امروز نبض روستا رو به حرکت در آوردن. آقای رضا خراشایی یکی از گندمکارای با تجربه روستاست. سالهاست که دل به خاک داده و یاد گرفته چطور با طبیعت کنار بیاد. چه وقت بذر بپاشه و کی منتظر بارون باشه. ما از اول پاییز شروع به کش کردیم. پس از هر دانه 70 دانه از مهر تا الان مشغول بوده. بله 9 ماه، بیشتر از 9 ماهه که ما داریم تو زمین کشت کار انجام دادیم.
خیلی تصورشون اینه که گندمو که میکاری دیگه یک کاشت و بعد نهایتا آبیاری اگر دیم باشه بعد دیگه فصل برداشت واقعا اینطوریه؟ نه اینجوری نیست. چه رسیدگی‌هایی میکنید به گندم که شدید کشاورزا نمونه؟ ما اینجا آبیاری تیپ با قطره‌ای با تیپ انجام دادیم. خب اول چند وقت به چند وقت آب دادید یعنی؟ تصحیح اراضی که انجام دادیم، بعد از کشت مدرنیزه که با دستگاه کفکاره که هم بذر رو کشت میکنه، هم کدو میریزه، خب هم ایجاد جوب میکنه، هم نوار با همون دستگاه پر می‌کنیم. یعنی 5-6 کار ما به یه دفعه انجام بدیم که تردد تراکتور تو زمین رو به حداقل رسوندیم. الان رسیدیم به برداشت. تقریبا 10 هکتار چند روز برداشتش طول میکشه؟ این 10 هکتار تقریبا 1 روز و نیم، تقریبا 2 روز طول میکشه که کمباین بزنه. و این گندم ها بگم که گندم ها مدر نمونه برای تکثیر بذر میاریم. بذر رو یعنی در واقع این تبدیل میشه به بذر مادری که بقیه کشت. این برای خوراک مردم نیست، برای مصرف کشاورزای برای تهیه بذر. البته این که شما اینقدر راحت میگید که زمستون و هر زمانی آبیاری میکنم، فکر کنم برمیگرده به استخرایی که دارید دیگه، درسته؟ بله، مدیون مرهون همین استخر است که مثلا آب ما ذخیره سازی میکنیم که به هر وقت لازم باشه و ضرورت داشته باشه ما آبیاری رو انجام بدیم. میشه رفت از نزدیک استخر رو دید؟ بله میشه، بفرمایید. الان اون استخرتون؟ بله. چند تا استخر گفتید داری؟ ما 3 تا استخر دارید؟ بله. 3 حلقه چاه؟ بله. خانوادگیه دیگه در ضمن کشاورزی؟ خانوادگیه، بله خانوادگیه. چند نفر تو این زمینه دارید کار میکنید؟ 10 هکتار گندم؟ 6 نفر فعالیت مستمر داریم. در سالهای اخیر خشکسالی و کاهش منابع آبی کشاورزی سنتی رو با چالش جدی روبرو کرده. اما در روستاهایی مثل خراشا بعضی کشاورزها دست به نوآوری زدند. آبیاری قطره‌ای در گندمزارها یعنی رساندن آب دقیق به ریشه گیاه با کمترین هدر رفت و بیشترین بازدهی. نتیجهش افزایش محصول، صرفه‌جویی در آب و گامی مهم برای کشاورزی پایدار در خراسان شمالی. اینجا گفتین 13 متر عمق داره. 13 به طور شیب 13 متر، ولی به طور قائمه 10 متر درست. طول ارتفاعش. چند وقته که این استخر رو زدید؟ این 1 ساله که زدیم. واقعا 1 ساله؟ بله 1 ساله. بعد با هزینه شخصی بوده؟ هزینه شخصی بوده. این طرح 24 هکتار طرح قطره‌ای اجرا شده با همکاری بانک کشاورزی و صندوق توسعه کشاورزی که 24 هکتار رو به ما مساعدت دادن که تونستیم. یعنی وام کم درصد بهتون تعلق گرفت که بتونید استخر بسازید. که استخر و برق با خود ما بوده، ولی لوله کشی داخل زمین و اتصالات اینا اونا تقبل کردن. درسته. توی این 1 سالی که این استخر رو پیاده سازی کردید، توی ذخیره آب، توی گندم هایی که با هم دیدیم و اینا، چقدر کمک کننده بود به اینکه بتونید سطح کشت بیشتری داشته باشید، کیفیت برداشت بهتری داشته باشید؟ خیلی تاثیر داره، چون که مثلا آب کم و اینجا ما دپو مونیم، ذخیره مونیم، پمپاژ مجدد داریم که آب بیشتری میتونیم در زمان کمتر تو داخل زراعت ببریم. گندم فقط یک محصول نیست. برای خیلی از خانواده‌های روستایی ستون اصلی معیشته. اما دغدغه اصلی بعد از برداشت فروشه. بازار فروش گندم بسته به نرخ‌های تضمینی دولت و شرایط حمل و نقل و کیفیت محصول میتونه تفاوت زیادی در درآمد کشاورزی ایجاد کنه. برای کشاورزایی مثل آقای خراشایی شفافیت در قیمت‌گذاری، دسترسی به بازار و حمایت از خرید تضمینی مهمترین خواسته هاست.
دارم فکر میکنم به دروی سنتی گندم، زمانی که مردم برای دروی این زمین ها مجبور بودن یوار کنن، یاوری کنن، کمک بگیرن یا کارگر بگیرن. روزها و ساعتها این درو زمان میبرد. تو فاصله که زمان میبرد اگر بدشانسی نمیآوردن بارون بزنه، بعد اینها رو برن باد بدن، کاه و کلشش رو بگیرن برای اینکه بتونن گندم رو جدا کنن و در نهایت روانه بازار کنن. امروزه این کمباین ها همه این کارها رو با هم انجام داده و زحمت نیروی کار و نیروی یدی انسان رو به حداقل ممکن رسیده با بهترین بهره‌وری و کیفیت در کمترین زمان ممکن. گندم یکی از کهن‌ترین محصولات زراعی جهانه. غذای اصلی میلیون ها نفر و ستون فقرات امنیت غذایی در کشورهایی مثل ایرانه. این محصول استراتژیک نه فقط نان سفره مردم که منبع درآمد بسیاری از خانواده‌های روستاییه. مثل همینجا در خراشا که گندم کاری هنوز هم یک شغل جدی و پرمسئولیته. بعد از مزرعه گندم راهی باغ پسته خانواده شاکری میشیم. جایی که ردیف‌های منظم درخت‌های پسته مثل یک نقاشی سبز در دل خاک خشک و آفتاب خورده خراشا جا خوش کردن. آقا سلام. سلام علیکم. خدا قوت به شما. خیلی ممنون. سلام. خوش آمدید. دیگه تا برداشت محصول خیلی نمونده دیگه، درسته؟ 40 روز. الان این باغ شماست؟ بله، ما نماینده حاجی شاکری هم رفته اسفراین خودش، ایشون داداشم، من. آها، باغ خانوادگیه. بله، دو تا برادر 35 سال با هم کار می‌کنیم. درسته. خوبی شاید منطقه خراشا اینه که اغلب زمین‌های کشاورزی چه پدر در قید حیات هست چه پدر در قید حیات نیست، خانوادگی داره دنبال میشه، یعنی از هم جدا نشدن و زمین‌ها رو تفکیک نکردن. این باعث شده که کاربری کشاورزی و باغداری تهدید نشه، درسته؟ بله. خب الان این درخت‌ها چند سالن؟ چند ساله اومدید سراغ کشت پسته؟ 18 سال عمر ایناست. درسته. به سن بلوغ رسیدن الان. درخت پسته از چند سالگی بعد به باردهی میرسه؟ پسته خوب از 12 دیگه ابتدا به شروع کارشه. درسته، یعنی الان 6 ساله که این به باردهی بله، الحمدلله 6 سال زیر بار رفته. درسته. این منطقه اقلیمش میخونه و جوابگو هست؟ بله، اگر بخواد درست رسیدگی بشه، همه دستورات مهندسین جهاد کشاورزی طبق اصول پیش بره، الحمدلله جواب داده، خیلی خوبه. این که میگی درست رسیدگی بشه یعنی چی؟ یعنی مراحل داشتش که روز که اولی میخواد زمین آماده کنی برای نهال گذاری، زمین قشنگ با کانال با دستگاه خب ولی بعد اون نسبت به رشد گیاه آب و مواد غذاییش تامین کنی مرحله به مرحله، نه زیاد بیش از حد نگه، آن با زیاد هم نمیخواد. بعضی درخت‌ها که می‌بینید آقایون برداشت میکنن متاسفانه آب زیاد میدن، گیاه نسبت به سن سالش آب زیاد میخواد. وقتی کم عمره آب زیاد، مثل بچه کوچیک با من، یعنی آب زیاد پسته رو خراب میکنه. بله، اون بستگی داره طبق سن سال، به اندازه سن، به اندازه سال به سال که سنش بالا میره آب بیشتری هم میخواد. درسته. اینو شما رفتید تخصصی یاد گرفتید در مورد پسته؟ تقریبا تو رفتیم کلاس ها شرکت کردیم، الحمدلله من تو کلاس مهندسی تا حدودی شرکت کردیم و می‌کنیم و بعد هم از رسانه. الان 14 هکتار باغ پسته گفتید دیگه، درسته؟ بله. تقریبا هکتاری چقدر برداشت دارید؟ تقریبا میانگین از 600-700 کیلو شروع میشه. 600-700 کیلو در هر هکتار. بعد پسته ها رو کجا میفروشید؟ کجا میرن؟ اینجا همین مرکز فناوری داره تو سنخواز آقای امینی. خب اونجا که آماده سازی کردیم
بعد بسته‌بندی می‌کنیم و اغلب می‌بریم تو نمایشگاه. درسته، یعنی پس به اسم خود خراشا پسته خراشا بله تو نمایشگاه. تو طرفدار هم داره. از کدوم الحمدلله. نژاد پستش؟ اکبری و احمد آبادی. اکبری و احمد آبادی. بله. چند نفر تو این 14 هکتار باغ، چند تا برادر و خواهر خانوادگی دارید کار میکنید 2 تا با برادر. باغبانا؟ 2 تا برادر. 2 تا برادر با بله. چند باغبان؟ 2 تا باغبانن. سال 60 70 تا کارگر 100 کارگر اینجا کار انجام میدن. این 60 70 کارگر فصلیه دیگه تو برداشت پسته. یک موقع نه بیلزنی خب بخونن. یعنی میانگین در بله. طول سال در طول 100 150 تا کارگر استفاده میشه. اینه که میگن نباید باغ‌ها و اراضی کشاورزی رو تفکیک کرد. اگر حتی قرار تقسیم ارث بشه، اینها فقط اندازه‌ای تقسیم بشه که هر کس بدونه چه سهم و چه بهره‌ای داره، وگرنه کاشت و داشت و برداشت به قوت خودش باقی باشه تا زمین‌های مزروعی و کشاورزی کاربری کشاورزی و باقی خودش رو از دست نده. پسته یک محصول صادرات محور و پرسود به حساب میاد. در روستاهای خراسان شمالی مثل خراشا، باغ‌های کوچک خانوادگی به مرور جای خود رو باز کردند. کشاورزانی که تا دیروز فقط گندم و جو می‌کاشتن، الان بخشی از زمین‌هاشون رو به پسته اختصاص دادن. با افزایش قیمت دلار و تقاضای جهانی برای پسته ایرانی، این محصول به منبع درآمد مهمی برای روستاها تبدیل شده. به ویژه اگر فراوری، بسته‌بندی و بازاریابی همزمان با تولید پیش بره. قالیبافی یکی از هنرهای اصیل ایرانی در بسیاری از روستاهای خراسان شمالی ریشه داره. اما در روستای خراشا این هنر کمی به فراموشی سپرده شده. نبود بازار فروش و سختی‌های کار باعث شده تعداد بافندگان به حداقل برسه. این الان بغلی بلند میشه و در نهایت یه کاری شبیه همینا میشه. بله دقیقاً درسته. برای آویزهای تزئینی استفاده بله. میشه. اینه گیلیمه دیگه. بله گیلیم. درست. گفتی که تازه هم یاد گرفتی این هنر رو، نه؟ بله تازه یاد گرفتم. خب چی شد که اومدین سراغ این هنر؟ چون اصولا الان اونایی که قدیمیان مثلا کنار گذاشتنش. علاقه داشتم، خیلی علاقه به صنایع دستی و گلیم بافی دارم. از کی یاد گرفتی؟ از دخترم. واقعا اولین باریه که فکر کنم یک مادر از دختری صنایع دستی رو یاد میگیره، درسته؟ بله. چند سالشه دخترتون؟ دخترم 13 سالش. آها، فرستادین کلاس دخترتون رو؟ بله متأسفانه خودم نتونستم، شرایط نبود، دخترم فرستادم، با کمک دخترم هنر رو گلیم بافی رو یاد گرفتم. درسته. بعضی وقتا اینطوریه دیگه، یعنی برعکس میشه، تو علاقه به صنایع دستی رو داری اما مسئولیت‌های زندگی، ازدواج، فرزندداری، همسری باعث میشه که تو از این هنر غافل بشی. بعد یه دفعه دخترت به سن نوجوانی رسیده، اونو میفرستی کلاس و بهانه میشه برای اینکه تو یک هنر اصیل و ماندگار رو یاد بگیری. این قصه و روایت خدیجه علیزاده نازنینه که دخترش رو میفرسته کلاس اما خودش الان شده یه بافنده تمام عیار و این گلیم های آویز رو درست میکنه. خیلی هم زیبا و هنرمندانه که با قلاب بافی هم تطبیقش کردید. ادامهش با قلاب نشون میده که قلاب بافی هم پس بلد. بله. درسته. خب صرفا یه علاقه است یا نه قرار دنبال کنید بشه شغلتون؟ خیلی علاقه دارم، شاید احتمالاً دنبال کنم دیگه. الان این کاری که میگفتید چیکار میکنید بیشتر؟ این واسه تزیین روی روی در پنجره یا به عنوان منظورم اینه که فروش هم بهش فکر کردید یا نه صرفا فقط چون فعلا هنره میگید ببافم؟ چون تازه یاد گرفتم واسه خودم
دست آها، اول واسه خودم اولین کارا رو گفتم. دوست داری نگه آره داری. واسه خودم دلم نیومده بفروشم. اولین کارا رو که دلتون نیومد نگه می‌دارید برای خودتون، بعد هم دیگه مشتری الان بخواد یعنی میبافید دیگه. بله ان شاء الله با امید خدا حتما. درست. الان همه چیز گلیموفی رو یاد گرفتید دیگه. تا حدودی. خودتون دار رو سوار کنید. بله یاد گرفتم چله کشی دیگه زنجیرشو تقریبا یاد گرفتم دیگه. درسته. رفتی بررسی کنی ببینی بازار فروشش چیه، چه چیزهایی بیشتر طالب داره که تمرکزتو شما بذاری رو اونها. الان فکر کنم تا حدودی تابلو فرش خیلی فروش داره. نه توی همین گلیم و آویزهای دست بافا هم فکر کنم خوبه استقبالش. آره اینم خوبه. نمایشگاه ها فعلا نرفتید دیگه. نه متاسفانه نرفت. درسته. این مادر بودنه فعلا چربیده و تازه کار یاد میگیرید، یه خورده که انشالله فنیا بزرگ بشه بعد دیگه شروع بله میکنید ان کار. شاء الله با امید خدا شروع می‌کنم. زنده باشید. امروز تنها تلاش‌هایی محدود برای زنده نگه داشتن این هنر دیده میشه. تلاش‌هایی که بیشتر از جنبه معیشتی، جنبه فرهنگی دارن. در حالی که قالیبافی میتونه منبعی پایدار برای اقتصاد خانواده‌های روستایی باشه، احیای این حرفه نیازمند آموزش، حمایت، فراهم شدن زنجیره تولید تا بازار. غذاهای سنتی شمال خراسان دلمه جایگاه ویژه‌ای داره. ترکیبی از برگ مو، برنج، حبوبات، سبزی‌های معطر و چاشنی‌های محلی که با مهارت خاصی پیچیده میشن و با آرامی پخته میشن. شما برنجتون رو نمیپزین، فقط آب میکنه نه؟ نه آب خیس میکنیم، خب بعد پیاز مواد سرخ لازم می‌کنی؟ پیاز رو از قبل سرخ کردیم. سبزی تو هم سرخ کردی؟ آره سبزی رو هم با هم سرخ کردیم. بعد این مقدار رب به اندازه که ما رب نمیزنیم به دلمه، شما توی منطقه رب ما میزنیم. میزنیم برای رنگش و خب. چیزش میزنیم یه مقداری دیگه به اندازه دلخواهه. آره. ادویه نمک مثلا به مقدار لازم باید بزنیم. خب برنجی که از قبل خیس کردیم اونم همین مواد یعنی اصلا اینو آب پز و اینا نمی‌کنی، فقط خیس می‌کنی. اون بسی داره، بعضیا میزنن یک چند پل میزنه بعد تو برگ بپیچن، ولی ما خودمون نه، چون موادمون خورده خشکه یکم آب خیس بشه که خوب مخلوط بشه به هم. آب جوش می‌ریزی. آره آب جوش. خب بعد اگه احساس کنی مثلا رنگ روش کمه ادویه‌جاتش رو آره. اضافه می‌کنی. اون دیگه میگن بسته به ذائقه داره، بعضیا رب میزنن بعضیا نمیزنن، ما خودمون خودش میزنیم. سبزی هم که شوید و گیشنیج و سبزی‌های معطر و جعفری، تازه. آره. گرمای هوا شاید به 30 درجه هم میرسه در روستای خراشا. همراه زهرا خانم رامین روی ایوان خانه روستایی، اون هم از نوع خونه‌های قدیمی نشستیم با وزش بادی که خوبیش اینه که اگه اینجا هواش گرمه بادهای زیادی داره و شاید همین باده کمک میکنه که تو بتونی از گرمای تابستون کم کنی و بساط دلمه دیگه با برگ‌های تازه همین درخت‌های میمی که توی همین خونه باغ هست. شما دلمه همیشه درست میکنین؟ چند وقت به چند وقت درست میکنین؟ دیگه هر 2 هفته یک بار.
هر 2 هفته دلمه چرا داره. که برگ کمتر هست الان فصل آها. بعد هم که کلا آخراشه دیگه، اینا تمامیه. آخرین دلمه های برگ تازه است. خراش برگ تازه. از چند سالگی دلمه درست میکردی خودت یاد گرفتی؟ من خودم زمانی ما دروغ نگم مامانم مثلا دلمه اینا رو میچید ما به صورت چیزی می‌گردیم. شما فقط وامسه نگاه میکنین، اجازه نداشتین. بله. از چند سالگی اجازه پیدا ندادن کردین؟ گفتن شما بلد نیستین. گفتن خراب میکنین. آره اولین باری که مامان اعتماد کرد گذاشت دلمه درست کنین چند سالتون بود یادتونه؟ یادم نیست. واقعا؟ یا نه اصلا عروس شدی رفتی خونه خودت بعد دلمه درست کردی؟ اونم داره. من خونه خودم که مثلا مجرد بودم دروغ نگم درست نکرده بودم. خب. میگم مامان اون سالا اجازه نمیدادن. آها خب ولی از زمان که ازدواج کردم خونه شوهرم رفتم آره درست کردم. پس اولین دلمه که درست کردی تجربه اولین خونه داری بود. بله. خراب کردی؟ دروغ بیچاره. نگم، نه. دروغ خراب که نکردم. از کی یاد گرفتی بعد درست از کردی؟ مامانم اینا که مثلا درست میکردن من نشستیم ولی میگفتن بعد شما دست فقط بزنید. گوش میکردین و نگاه آره. میکردین. ولی ماشاءالله دخترها من خودم یه مدت مسافرت رفته بودم دختر بزرگم یعنی وقتی که اولش درست کردم خودم تعجب کردم که با خوبی درست کرده بود. بالاخره وقتی شما از مامان نگاه آره. کردی یاد با گرفتی کمک اونا هم هم از دیگه. شما یاد تا گرفتن. خواهر بودن با کمک هم من نبودم یعنی چند روز خانه نبودم آمدم دلمه درست کردن واقعا خودش بودم تعجب کردم. یعنی کلاس 4 و 5 ابتدایی بودن اون سالا. آها اون موقع که اینا درست کرده بودن. درسته. دیگه چه غذای محلی دیگه تو این منطقه درست میکنین؟ ما مثلا دوغگر میگیم ولی بعضی جا قرطور میگن. خب ماست میگن کم جوش میگن. خب بعد مستوه غذای محلی خب. آش رشته بعد با سبزی هم درست میکنن. یک غذا هم شولیه میگم شولی. خب با برنج هست. درست میشه. نه شولی فقط با آرد سرخ میکنن. خب بعد سبزی هم مثلا اسفناج باشه یا چغندر برگ باشه. پس من اینو نخوردم. نه اونا رو نخوردی اگه میگفتین امروز درست میکردی. نمیدونستم همچین غذایی زیاد داری. طولانی نیست اتفاقا زود میشه. غذاش ساده بود راحت زود درست خب میشه. دیگه چی بلدین؟ غذایی که هنوزم رو سفره‌هاتون هست درست میکنین؟ دیگه بعضی وقتا آش رشته هست. خب اشکنه هم هست ولی اشکنه به صورت امروزی ها درست نمیکنه. اشکنه شما مثل همون اشکنه کلفیاست که گوجه فرنگی رو میذارید آب پز بشه پوست میکنید یا فرق داره؟ بهش میگن خورشت ما کلفی. آرد سرخ میکنیم خب بعد اون دیگه به ذائقه نگاه میکنیم مثلا عدیان هم جا میکنن پیاز جا میکنن آرد سرخ میکنن آب میریزن بعد مثلا 2 دونه تخم مرغ توش میشکنن به هم میزنن. آها خب با آرد سرخ کرده رو دیگه میگن دیگه بعضی گوجه جا میکنن بعضی رو درست. ادویه با تخم مرغ مثلا بعد تو به هم بزنن که مثلا جمع نشه یک جا نمشکنه. نونای محلی هم درست میکنید؟ یعنی هنوز هستن تو روستا خانمایی آره، که نون مثلا علفی، چیریش، نون زمان تنوری چیریش. درست کنن، تنور داشته باشن؟ تنوری مثلا قبلا درست میکنن ولی الان خیلی کم ولی یک حاج خانم هست درست میکنن نون. هنوزم درست میکنن. آره. برای خودش یا برای فروش؟ نه برای خودشون چون نون نونوایی میگه معده‌مون نزل میکنه درست میکنن. از هم قدیم که عادت کرده تنوری درست آره. کنن هنوزم نونشو تنوری درست. بعد زمان چیریش نون چیریشی درست میکنن خب با چغندر برگ درست میکنیم با اسفناج هم نون علفی درست میکنیم. شیرمال و اینا که حالا دیگه ماشاءالله همه خانه‌ها تنورگازی داره همه مثلا نون شیرینه برای خودشون باز میکنن. درست. یعنی شما معتقدی که از وقتی که این تنورگازی اومده دیگه هر کسی خودش درست میکنه؟ آره قبلا دیگه. که تنور آتیشی بود هر کی تنور این کارو آتیشی نمی‌کرد. نیسته. گاهی ساده ترین لحظه ها عمیق ترین معنا رو دارن. نشستن کنار آتیش، بوی دلمه‌ای که کم کم جا میفته و صدای زنهایی که از گذشته و زندگی حرف میزنن. اینجا خبری از شتاب نیست. همه چیز با صبر، با دست و با دل جلو میره.
کارش نبود تو دسترس. این دلمه با همه دلمه‌هایی که خوردیم فرق داره، فقط هم به خاطر آتیشی بودنشه. خیلی دلچسب‌تر و خوشمزه‌تره. جای شما خالی، دستتون درد نکنه. نوش جونتون، ممنون. از اینجا تا بر اونجا خیلی رایه، همه کو و کمر سنگ سیایه، کمر را خم کن سنگارا بچین که یار نازنین کوی سیایه. سفر ما به خراشا به پایان رسید. روستایی با زبان کهن تاتی، خاطراتی از بزرگان و آدم‌هایی که ریشه در خاک دارند و نگاهشون به آینده است. از خونه‌های قدیمی که قصه‌های پنهون دارند تا دستان پینه بسته کشاورزهایی که هنوز گندم رو با عشق می‌کارند. برنامه امروز سلام آبادی تموم شد، اما قصه خراشا همین حوالی ادامه داره.